آیا تا به حال شده که صبح از خواب بیدار بشی و ببینی حس و حال انجام هیچ کاری رو نداری؟ به نظرم بزرگترین دلیلش میتونه خواب کم و نامناسب باشه. من هم خیلی اوقات دچارش میشدم تا اینکه با یه روش روانشناسی خواب تونستم حلش کنم و الان میخوام بهت بگم که چطور انجامش دادم. سلام. چند وقتی بود حس میکردم که بدنم خسته است. نه فقط از کار، از بیخوابی. هر شب میرفتم روی تخت و ژست خواب میگرفتم، ولی مغزم ای بیدار بود و ای فکر میکرد. گوشی، لیست کارهای فردا، استرس های کوچیک و بزرگ، همه با هم ذهنم رو دچار چالش میکردن و خواب از سرم میپرید. تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم یه آزمایش روی خودم انجام بدم. یه چالش 7 روزه رو اجرا کردم برای درست کردن خوابم که ببینم واقعا درست میشه یا نه. شب اول ساعت 11 رفتم روی تختم و امیدوار به اینکه زود خوابم ببره منتظر موندم، ولی معلوم بود که مغزم قصد نداره خاموش بشه. هی قلط میزدم و هی به خودم میگفتم فقط بخواب. بعد یه نکته جالب فهمیدم، اون همین که ذهن وقتی آماده نیست هیچ تکنیکی روش جواب نمیده. شب اول خیلی کوتاه خوابیدم و صبحشم با حس سنگینی بیدار شدم. روز دوم یه قانون گذاشتم، چون اینو میدونستم که کار کردن با گوشی، اونم تو ساعتهای قبل از خواب، ضمن کم کردن تمرکز، ریلکسیشن و آرامش کافی برای خواب رو از بین میبره. گوشی رو از ساعت 10 کنار گذاشتم و حتی نیم نگاهی هم بهش ننداختم. نور کم، یه لیوان آب کنار تخت و کمی موسیقی آرام بخش. حس کردم ذهنم آرومتر شد، ولی هنوز خوابم نمی برد. به خودم گفتم اشکالی نداره، کم کم بهتر میشه. روز سوم یه تغییر مهمی کردم. روش ژاپنی تنفس 4-7-8 رو اجرا کردم که این رو هم آخر ویدیو براتون توضیح میدم که به چه شکلی انجام میشه. باورم نمیشد، انگار مغزم کم کم خاموش شد و به آرومی خوابم برد. شب بعد یه دوش آب گرم گرفتم، اتاق رو کمی خنک کردم و چراغ‌ها رو کم کردم. شب فوق‌العاده‌ای بود، حس آرامش واقعی داشتم. تو پرانتز اینو بگم که اگر مایلی مشکلات بزرگی مثل بیخوابی رو با روش‌های خیلی ساده و آسون حلش کنی، ویدیو رو لایک کن و تو کامنت ها برام بنویسشون. تو روزهای 4 و 5 شروع کردم به ثبت تجربه ها تو دفترچه. حس می‌کردم هرچی شب‌ها زودتر به بدن فرصت استراحت بدم نتیجهش بهتر میشه. یه نکته جالب علمی هم اضافه کنم که حین مطالعاتی که تو روزهای چالش داشتم فهمیدم کمخوابی طولانی مدت حافظه و تمرکز رو کاهش میده. وقتی اینو دیدم بیشتر ترغیب شدم به خواب بهتر. این روزها حتی حس کردم سلامت پوست و حالت روحیم هم بهتر شده. روز 6 بدنم خودش بیدار شد، بدون آلارم. انگار مغزم ریست شده بود، تمرکز و انرژی بیشتری داشتم. فهمیدم خواب جایزه نیست، لازمه زندگیه و ما معمولاً دیر متوجه ارزشش میشیم. روز 7 یه حس عجیبی داشتم. شب راحت خوابیدم و صبح بدون اینکه صدای آلارم بیدارم کنه بیدار شدم و کاملاً سر حال بودم. یه لحظه فکر کردم کاش زودتر شروع کرده بودم. واقعاً وقتی خواب خوب داری زندگی رنگ دیگه ای پیدا میکنه. حالا تو هم اگر مثل من مشکل خواب داری این 3 نکته رو امتحان کن. گوشی رو نیم ساعت زودتر کنار بذار.
ساعت خوابت رو ثابت نگه دار و اتاق خوابت رو خنک و تاریک کن. با همین کارهای ساده ممکنه تو هم مثل من بگی ای کاش که زودتر شروع کرده بودم. و نکته پایانی این که تنفس به روش 4-7-8 به این شکله که 4 ثانیه دم میگیری، 7 ثانیه نفست رو حبس میکنی و نهایتاً در طی 8 ثانیه با بازدم هوای داخل ریت رو تخلیه میکنی. اون هم در حالتی که روی تخت به راحت ترین شکل ممکن دراز میکشی و دستها با زاویه حدود 30 درجه نسبت به بدن قرار میگیرن و پاها لخت لخت. بالشت هم فقط زیر سر و گردنت باشه و لبه بالش از بالای شونه هات بیاد بالا. ممنونم که تا آخر موندی. اگه خوشت اومد یه لایک بده و تو کامنت ها بنویس تو معمولا چند ساعت میخوابی. شاید داستان تو الهام بخش یکی دیگه باشه. راستی تو ویدیوی بعدی میخوام راجع به معجزات خواب خوب و کامل شبانه و تأثیر زیادش تو روند زندگی اطلاعات زیادی بهت بدم. این فرصت رو از دست نده و با فشردن زنگوله گوش به زنگ باش. میبینمتون. خدا نگهدار.